الحمدلله پوجان زندینی ولسویدی. صدیق الله نصرت معاون سخنگوی وزارت دفاع امارات اسلامی میگوید که نیروهای دفاعی افغانستان در فلسفالی دانگام ولایت کنر آن سوی خط فرضی یک پاسگاه ارتش پاکستان را هدف قرار داده و از بین بردند. به گفته آقای نصرت این همان پوسته‌ای بود که به سوی افغانستان شلیک میکرد و به افراد ملکی آسیب میرساند. در همین حال و در حالی که رژیم نظامی پاکستان خود بارها با نقض حریم هوایی افغانستان و هدف قرار دادن افراد ملکی اصول قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است، اکنون در تلاش متناقض نقش میانجی برای برقراری صلح میان امریکا و ایران را دنبال می کند. نعیم وردک معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه امارات اسلامی گفته است که هر اقدام دیپلماتیکی که سبب پایان یا کاهش جنگ در خاورمیانه شود استقبال می کند، اما تلاش‌های میانجیگرایانه پاکستان با این هدف نیست. آقای وردک همچنان اعلام کرده است که تلاش‌های میانجیگرایانه از سوی رژیم نظامی پاکستان و برگزاری نشست‌ها بدون حضور ایران بیشتر به منظور کسب امتیاز و بازگرداندن اعتبار از دست رفته این کشور در منطقه انجام می‌شود. تا زمانی که پاکستان استراتژی خود را در قبال افغانستان تغییر ندهد چنین حالت حکم فرما خواهد بود، اما کشورهای منطقه می‌تواند با اجماع منطقوی بالای پاکستان فشار وارد کند تا از چنین استراتژی های ضد و نقیص خود بگذرد، چون آغازگر جنگ در منطقه پاکستان است و پاکستان به دنبال تشدید بی‌ثباتی در این منطقه است. این در حالی است که رژیم نظامی پاکستان روز گذشته میزبان وزیران امور خارجه عربستان سعودی، مصر و ترکیه برای گفتگو درباره بحران جاری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران بود. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته اعلام کرد که ایران در نشست‌های پاکستان شرکت ندارد و همچنان افزود که از آخرین دور مذاکرات تا کنون هیچ مذاکره مستقیم با امریکا انجام نشده است. اولا هیچ مذاکره مستقیمی تا الان با آمریکا نداشتیم. از آخرین دور مذاکراتی تا الان آنچه که مطرح بوده پیام هایی بوده که از طریق برخی واسطه ها از جمله پاکستان دریافت کردیم، مبنی بر تمایل و درخواست آمریکا برای مذاکره. در سوی دیگر فلور حسن ناهم نماینده ویژه وزارت امور خارجه اسرائیل در امور خاورمیانه درباره نقش اسلام آباد در میانجیگری در منازعات خاورمیانه گفته است که این کشور می‌خواهد خود را در یک موضوع مهم دخیل سازد و یا هم در تلاش است تا خود را مهم جلوه دهد. پاکستان خود یکی از مشکل‌های بزرگ هراس‌افکنی در جهان است. به نظر من پاکستان ممکن است تلاش کند، اما مطمئن نیستم که موفق شود. با این همه سازمان کمک‌های اسلامی روز گذشته هشدار داد که در پی درگیری میان نیروهای امارات اسلامی و رژیم نظامی پاکستان هزاران خانواده از ولایت‌های ننگرهار و کنر در شرق افغانستان به مناطق امن‌تر فرار کرده‌اند و همچنان بسیاری از مردم از تجدید درگیری‌ها در روزهای آینده هراس دارند. بر اساس باورها این رویکرد دوگانه رژیم نظامی پاکستان پرسش‌های جدی را درباره صداقت و هدف‌های واقعی سیاست خارجی اسلام آباد مطرح می‌سازد. چگونه کشوری که در قبال همسایه‌اش به اقدام‌های خصمانه متوسل می‌شود می‌تواند به حیث بازیگر قابل اعتماد در روندهای صلح منطقه‌ای ظاهر گردد. ملګری اوختل